خب دوستان، 10 اکتبر ما دبی هستیم، عمل سوم هست. مریض امروزمون ماهک خانومه، حدود 17 سالشونه. بینیشو ببینید. من یه توضیحی بدم مختصر راجع به بینی ایشون. همینطور که میبینید پوست بینی بیمار خیلی پوست خوبیه، غضروفا کاملا بیرون زده. یه مقدار ارتفاع ما زیاده، هم توی قسمت هامپش زیاده و هم توی قسمت تیپ تا صورتش زیاد هست. یه شیار اینجا داریم و بیرون زده یا تیپ. بنابراین ما یه کمی سایز بینی رو قرار کوچیک بکنیم، پهنای اینجا و ارتفاع رو هم بگیریم، یه قوس خیلی خیلی مختصرم بهشون بدیم، بریم ببینیم نتیجه چی میشه. مرسی. خب دوستان، عمل امروز تموم شد. تکنیکی که استفاده کردیم کما به سابق کلوز بود. عمل نسبتاً طولانی بود به خاطر اینکه ما مجبور شدیم یه آلارویس خیلی سختی رو در واقع انجام بدیم و این باعث شد که کار طول بکشه، ولی نتیجه خیلی زیبا شد و امیدوارم که ببینید نتیجه رو و نظر بدید. مرسی.